تنها دلیلی که دلم میخواد یوتیوب رو شروع کنم اینه که فقط شروع کنم. تقریبا 2 سال پیش بود که دلم میخواست تو فضای یوتیوب فعالیت داشته باشم. شروع کردم یادش بگیرم ولی انجام نشد. سه سال پیش تصمیم داشتم نقاشی رئال با مداد رنگی یاد بگیرم. مداد رنگی خریدم، لوازم مورد نیاز خریدم، ترکیب رنگ یاد گرفتم و رها شد. یکم بعدش تصمیم گرفتم نقاشی فانتزی انجام بدم. شاید حتی باورت نشه ولی 1 دونه طرح هم نکشیدم، اما لوازم مورد نیازشو خریدم. نمیدونم دلیلش چی بود. البته احساس میکنم یک دلیل اصلی داره و اونم کمالگراییه. صبور نبودن برای دیدن نتیجه است. نتیجه گرایی، این که چیزی که داری میکشی باید به بهترین شکل ممکن نتیجهشو بتونی ببینی، وگرنه ارزش ادامه دادن نداره. چیزی شبیه سندروم بی عیب و نقص بودن. من اسمشو میذارم سندروم، چون به نظرم یه جور اختلال میتونه باشه. اختلالی که خیلی ممکنه تو رو از راه و مسیری که با عشق شروع کردی عقب بندازه. اما حالا که یه عالمه ویدیو دارم، یه عالمه جاهایی که رفتم ویدیوهاشون رو ثبت کردم، قابایی که دوستشون داشتم و دلم میخواسته که به اشتراک بذارم و قرار پشت هم تدوین کنم و از تجربیاتم بگم، از حس و حالام بگم، همون جوری که همیشه می نویسم. اگه حالم بد باشه می نویسم، حالم خوب باشه می نویسم، عصبانی باشم می نویسم. در کل انگار که بند ناف منو با نوشتن بریدن. من عاشق نوشتنم. از بچگی بودم. از زمانی که یاد گرفتم بنویسم دفترچه داشتم و توش حس و حالای روزم و خاطراتم رو یادداشت می‌کردم و از این کار لذت می‌بردم. توی اوقات فراغتم تنها چیزی که همدمم بوده و حتی توی روزای خیلی خیلی سخت که عبور ازشون واقعاً نمیتونم بگم غیر ممکن بود، اما خیلی سخت بود اگر نوشتن همراه همدمم نمیشد. اگر کاغذ و قلم دوست خوب من نمی بودن زندگی خیلی تلخ تر بود و راه رهایی من از قید و بند یه سری فکرها، یه سری حالات درونی خیلی سخت تر می شد. خوشحالم که دوست خوبی مثل قلم و کاغذ داشتم و دارم. خیلی دوست دارم دوستای خوبی پیدا کنم و این فضا به نظرم میتونه منو با افرادی آشنا کنه که شاید دنیاشون نزدیک به دنیای من باشه، شاید هم نه، ولی این مهم نیست. حتی دوستایی که دنیاشون هم شبیه هم نیست میتونن دوستای خوبی برای هم باشن، چون تو رفاقت فقط یه چیز مهمه: پذیرش هم. اینکه همدیگر رو بپذیریم و تا جای ممکن اگر نقصی وجود داره تغییرش بدیم و در غیر این صورت پذیرا باشیم. این تنها بخش ویدیومه که به تازگی ضبطش کردم. به این کار خیلی علاقه داشتم. سفالگری یکی از علایقمه. کار کردن با گل و ارتباط گرفتن با سرما و حس و حال خوبی که برام داره
وقتی تو دستم میگیرمش واقعا واسم جذاب بود. برای همین این هدیه تولدمه و اینو به خودم هدیه دادم و قول دادم که ادامش بدم. یکی که تولد کوچولو برای تولد 24 سالگیم درست کردم. از اینکه حتی الان دارم خیلی بداهه و یهویی صدامو ضبط میکنم و قراره بذارم رو ویدیو خیلی خوشحالم، چون من به شدت آدم سختگیر و کمالگراییم. هر توپق، هر مکس اضافه، هر صدای اضافه‌ای که بخواد توی وایسم باشه آزارم میده و مطمئناً اجازه پخش بهش نمیدم، اجازه انتشار بهش نمیدم. و من خودم یه پا وزارت ارشادم در برابر انتشار تمام چیزایی که میسازم. خیلی بالا و پایین میکنم، متن مینویسم، طبق متن حرف میزنم. این کار رو امتحان کردم و دیدم خیلی مصنوعیه، اصلا شبیه خودم نیست. من دلم یه چیز واقعی میخواست و البته برای اینکه بخوام با کمالگرایی بجنگم، نه اینکه بجنگم، بهتر بگم باش صلح کنم و بپذیرمش که وجود داره، اما من کار خودمو میکنم. این وایس رو هم به ویدیو اضافه میکنم. میخوام بگم که آدم هر چی نقطه ضعف داره به جای اینکه باش بجنگه بهتره بدونه که فقط هست و بدون هیچ جنگی با وجود اون نقطه ضعف کارش انجام بده و پیش ببره. چون من بیشترین آسیبی که دیدم از همین نقطه بود. من خودم به خودم آسیب زدم برای ارائه دادن کار، ارائه دادن چیزی که خلق کردم، ایده‌ای که دارم، فکری که دارم و نگاهی که دارم. به خودم خیلی سخت گرفتم و مانع خودم شدم. منی که عاشق خلق کردنم و به اشتراک گذاشتن نگاهم هستم، خودم مانع خودم شدم و اصلا اجازه ندادم که ویدیوهایی که ساختم منتشر بشه. اما از این به بعد فرق داره. از این به بعد باید به ذهنم نشون بدم که رئیس کیه و این بهترین تصمیمیه که برای 24 سالگیم گرفتم. چیزی که میخوام امسال بیشتر و بیشتر تمرین کنم اقدام کردنه، شروع کردن و ادامه دادن با تمام ضعفامه، با تمام ترس ها، با تمام نقطه ضعف ها. همه و همش منو ساخته و منم میپذیرم، اما کاری که دلم میخواد رو هم انجام میدم. این واقعا منو به رهایی میرسونه و چند پله منو بزرگتر میکنه پیش خودم، احساسم نسبت به خودم، به اعتماد به نفسی که به خودم میدم.